مقامداران اوکراین میگویند روز چهارشنبه نیروهای روسیه شهر کیف پایتخت اوکراین را مورد حمله وسیع مقیاس هوایی قرار دادند که منجر به هلاکت 14 نفر گردید. در این حادثه کمش 45 کس دیگر جراحت برداشته بناهای معموری و اقامتی 7 ناحیه کیف ضرر دیدند. شهردار کیف از اهل عالم دعوت کرد که فشار بالای پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین بیشتر شود. پوتین مسئول این جنگ است که آغاز نموده و نمیخواهد به پایان رساند. او نه تنها دونецьک، لوهانسک و کریم، او میخواهد تمام کشور را اشغال کند. او شهرها را محو نموده آدمان را میکشد. نیروهای هوایی اوکراین گزارش میدهند که از بین 598 درون و یا هواپیمای بدون سرنشین که از سوی روسیه در سراسر اوکراین پرتاب شده بود 563 تاش خنثی گردید. همین گونه از میان 31 موشک از طرف روسیه پرتاب شده 26 تاش بی ضرر گردانیده شد. نیروهای هوایی اوکراین می‌افزایند که در 3 منطقه اصابت موشک و در 26 منطقه پسمانده‌های موشک‌های خنثی شده ضرر رسانیدند. من در خواب بودم که صدای ترکش بلند شد. خستم و دیدم که پنجره بر رویم افتاد. تیمور تکاچنکو رهبر اداره نظامی شهر کیف میگوید گروه‌های نجات در 20 بنای معموری و استقامتی با رفع خسارات مشغول میباشند.